سوختار در قهوه‌خانه زیتونه در شهر باختر. آتش نشان‌ها به جای حادثه رسیدند و آن را خاموش کردند. مقامات سبب سوختار را یکباره بلند شدن شدت برق گفتند. ساکنان هم عین شکایت را دارند. ولی در اداره برق باختر میگویند که از مردم هیچ مراجعت نگرفتند. در این قهوه‌خانه بود و در آنجا نوشاکی های اسپریتی من کرده شده و تماکو کشیدن هم در آنجا نیز من کرده بود و خوبیش در همین بود که روزهای جمعه خدمت رسانی های به پول داشت و خدمت رسانی آنها خیلی خوب و با صفت بود. مقامات باختر هنوز زیانی رسیده را از سوختار حساب نکردند. قهوه‌خانه زیتونه از آغاز ماه رمضان در خود را برای مشتریان بسته بود. در این ماه اکثرا آشخانه و قهوه‌خانه ها در تاجیکستان تعطیل می‌کنند.